ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 31 مای سال 2024 درباره یک حالت زنوزنی دختران صنف 8 در مکتب میانه رقم 51 نویه فردوسی شهر دوشنبه و به جوابگری کشاندن پدر و مادر 5 خواننده این مکتب در پی این زنوزنی خبر داد. بنا به گزارش مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی پایتخت، از جانب کارمندان آن مراجعت الکترونی یک زن ساکن شهر دوشنبه اوید به مورد لطکوب قرار گرفتن فرزند نابالغش در داخل مکتب میانه رقم 51 نویه فردوسی مورد سنجش همه‌جانبه قرار داده شد. ملیسا گفت تفتیشات نشان داد که در این حادثه هر دو طرف گناهکار بودند. در نتیجه پرسش شاهدان حادثه و سنجش نوار کامراهای نظارتی داخل مؤسسه معین کرده شد که صحنه 31 مای سال جاری تقریبا ساعت 9:35 دقیقه هنگام تنفس خوانندگان دختران صنف 8 در صحن بنای مکتب از شوخی به مناقشه گذشته با یکدیگر دست به گریبان شدند. سنجش حادثه مذکور صاحب سوخت که در ویران نمودن ترتیبات و سر زدن مناقشه بین خوانندگان هر دو جانب مساعدت نمودند. گفته می شود در اطلاعیه درباره اینکه آیا چه سبب از گریبان همدیگر گرفتن دختران مکتب خوان شد در گزارش چیزی گفته نشده است. وابسته به حالت مذکور نسبت 5 نفر والدان طبق طلبات ماده 90 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل‌های مأموری ترتیب داده شده برای چاره‌جویی به دادگاه ارسال کرده شدند. به آنها برای خنک نظری در تربیت فرزندان همچون جزا جریمه به مبلغ از 3 تا 5 نشان دهنده برای صبح‌ها یعنی تا 360 سامانی تهدید می‌کند. همزمان جهت ناکفایه برای ماندن نظارت خوانندگان که باعث مناقشه در داخل مؤسسه تعلیمی گردیده است با رهبریت و نفران مسئول مؤسسه تعلیمی مذکور کارهای فرماندهی گذرانده شده است. اما این نقطه ناروشن باقی میماند که اگر مناقشه در داخل مکتب رخ داده باشد پس چرا نه مأموریت مکتب رقم 51 بلکه پدر و مادران را جزا دادند؟ پدر و مادران که در خانه یا کار بودند از آنچه که در داخل مکتب میگذرد خبر نداشتند.